سلام بچه ها، رضا هستم. به اولین ویدیوی یوتیوب بنده خوش اومدین. امروز با آموزش تنظیم سوخت کاربرات هوندا در خدمت شما هستم. همونطور که قبلا گفتم این اولین ویدیوی بنده هستش. اگه یه موقع کم و کاستی از من دیدین توی کامنت ها برام بگین. در ضمن سابسکرایب فراموش نشه، اون زنگوله رو هم فعال کنید. بزن بریم سراغ آموزش. خب بچه ها، همونطور که میبینید این موتور داغون من هستش که باهاش میخوایم کلی کارهای دیگه داشته باشیم. خب بچه ها، اولین کاری که میکنیم این پیچی که بالا رو میبینید به سمت چپ بازش میکنیم. بعد آروم یواش میکشیمش بالا تا درش بیاریم. خب بعد از اینکه کشیدیمش بالا، حالا باید این سیمش ازش خارج بکنیم. به خاطر این من میذارم روی سپایه گوشی رو دو دستی درش بیارم. خب بچه ها، از این بالا سیمش میگیریم، از این جایی که میبینید دستمو گرفتم. بعد با این پیستون رو فشار میدیم به سمت بالا. بعد از اینکه پیستون رو فشار دادیم به سمت بالا، میبینید که این سیم از اینجا خارج میشه. باید دست از این شیار خارجش میکنیم. میبینید بعد از این دایره خارج میشه. فقط اینا رو یواش همه جا بذارید که گمشون نکنید. این یکی در بشه که اینم فنره. خب بچه ها، میخواید تنظیم کنید سوختتون ها، این سوزنه که میبینید یه فشار کوچولو دستتون رو میذارید اینجا، یه فشار کوچولو میدید تا خارش در بیاد. بعد از اینکه خارش در اومد، خارش اینو میذارید کنار تا گم نشه. بعد سوزن رو میکشید بیرون. این شیارهایی که میبینید رو باید تنظیم کنیم که سوخت موتورمون نه زیاد باشه نه کم باشه. خب بچه ها، این شیاری که هست روی این سوزن کلا 5 تا شیاره. الان این خاری که هستش گردنش، هرچی پایین تر بیاد سوخت موتورمون بیشتر میشه، هرچی بالاتر باشه سوخت موتورمون کمتر میشه. پس ما باید اینو جای قرار بدیم که نه سوخت بیشتر باشه نه کمتر. به نظر من همین جای پنجمی وسطی از همشون خوبتره، چون نه سوخت زیاد میشه نه کم میشه. خب بچه، همونطور که نشون دادم سوخت این موتور تو شیار وسطی هستش، ولی برای اینکه شما تا حدودی آموزش ببینین اینو من در میارم دوباره جا میزنم تا بفهمین چطوریه. خار یه طرفش بازه، اینو باید یه جوری فشار بدی جای اینجوری، بعد از اون طرف یه فشار کوچولو بدی، خار خودش میندازه. الان که دیدین خار انداخت و خار اینا بیرونه، کوچولو خاره و باید برای جا دادنش همون با انگشت فشار بدی خودش جا میفته. بذارید من قرارش بدم تو پنجمین شیار. این پنجمین شیار هستش. الان با یه فشار میخوام بندازم. ببینید افتاد سر جاش. الان خار وقتی هم که افتادیم باید بیچرخه. ببینید الان بیچرخونم این دایره توی خار. الان انداختم تو پنجمین شیار که به نظر من خوبه. حالا بریم برای بستنش. خب بچه، برای بستنش پیستون میاریم، پیستون کاربراتو میاریم. همونطور که میبینید داخلش خالیه. این سوزن رو میندازیم داخلش، اینجا دیگه کاری نداره، میمونه خارش. خار رو باید بندازیم تا از اونجا در نره. همون قبلا که گفتم این خارشه. خار یه جوری باید بندازیم که تو این شیارا نیفتم. این شیارایی که نشون دادم داخل هم سوراخه، این که نه، ولی این طرف داخلش سوراخه. باید سعی کنیم این خار طرف های شیار نباشه، ریختن نانه هاشت. من بندازم میرسه میشه که من ناختن خار بودن سخته، باید دقت داشته باشید. حتی خار رو انداختم سر جاش، با دقت نگاه کنید. ببینید اون طرفی که سوراخه خار به این طرف نیافتاده. ببینید سوراخه را که دقیق دوربین نشونش بده. ببینید خب حالا میریم سراغ جا زدنش. برای جا زدنش همین اول که اینو در آوردیم، اول سیمو میاریم، اینو از اینجا ردش میکنیم، نگهش میداریم با دست. بعد نوبت میرسه به فنر.
فنر رو از توی این ردش میکنیم، باید از کلش رد بشه و از این سرش میگیریم. خب الان فنر رو جا افتادن اون پیچه، فقط موندش پیستونمون. پیستون رو اگه بخوایم جا بندازیم همین دایره‌ای که نشونتون دادم رو از اینجا خارج میکنیم. ببینید از این دایره میگیریم، بعد از این شیار میارمش پایین تا از اینجا طرفی که سوزن خارج شده اینجا یه دونه گودی هستش میندازیم اونجا، میفته سر جاش. خب حالا برای جا زدنش این شیار که میبینید شیار کوچیکه ولی کلفته، این باید با پیچ هوا، این پیچ گازی که داره، میگم پیچ هوا، پیچ گازی که داره با این توی یه خط باشه تا بیفته جاش، وگرنه موتور گاز نمیخوره اصلا. برای جا زدنش فقط مراقب باشید سوزن رو خرابش نکنید. خب بچه ها برای جا زدنش که همینطور که گفتم این خاره گودی که هست با این باید همخوانی داشته باشه. برای من بنام سرش لحظه یه دستی هم اصلا نمیشم کسی نبازم فیلم بگیره نجبونه. بچه ها من یه لحظه اینو بنازم داخل و دوباره براتون فیلم میگیرم. خب بچه همونطور که میبینید انداختمش داخل. حالا این شیاری که میبینید با این باید توی یه خط باشه تا موتور گاز بخوره. ببینید باید با یه خط بری پایین تا الان اگر نمیرفت توی این پیچه اصلا کلا جا نمیخورد. وقتی که جا زدیم هم به سمت راست پیچه رو میبندیم، فقط یواش ببندیم که هرز نشه. خب ببینید بچه ها فقط یه دونه من تأکیدی بکنم بهتون، این پایین یه دونه پیچ هوا هستش. ببینید ببین اینو برای هر موتوری هواه، مثلا بنزین چقدر میره هوا هم باید در حدی باشه که نه زیاد باشه نه کم باشه. به نظر من این پیچ و هوا رو تا آخر ببندید، 2.5 دور 3 دور بازش کنید، اینجوری همون میشه اصولی. خب بچه این ویدیو هم به پایان رسید. اگه یه موقع سوالی در مورد کاربرات بوده که من نتونستم بهتون دقیق برسونم توی کامنت ها ازم بپرسین تا جوابتون رو بدم. اگه هم یه موقع این اولین ویدیوی منه یه اشتباه چیزی داشتم توی کامنت ها لطفا برام بگید. سابسکرایب فراموش نشه. به خدا من خیلی دارم به این ویدیو زحمت میکشم. اون زنگوله هم اگه میشه فعالش کنید. خدا نگهدار تا ویدیوی بعدی.